نام خدا با تقدیم سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همتون جور و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از کتاب ریاضی صنف نهم را با هم مطالعه می‌کنیم. این درس ما درباره دسته‌بندی دیتای پیوسته صفحه 201 و 202 کتاب ریاضی صنف نهم هست. این درس ما در فصل احصایه هست. دومین درس احصایه را ما می‌خوانیم. روز پیشتر ما درباره دسته‌بندی دیتا بحث کردیم. امروز درباره دسته‌بندی دیتای پیوسته صحبت می‌کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. درس روز پیش را ما در دو بخش جداگانه مطالعه کرده بودیم. موضوعات را در دو روز روش بحث کردیم. بر شما کارخانگی هم داده بودم که در ختم درس کارخانگی همه شما را میبینم. امیدوار هستم شما درس گذشته را خوب تکرار کرده باشین تا اینکه امروز آماده باشین به درس جدید. شاگرد عزیز، قسمی که روز پیشتر هم بر شما گفتم، درس های احصایه یکی با دیگه ارتباط داره و شما باید همه درس ها را پیش خود مرور داشته باشین تا اینکه بتونین درس جدید را یاد بگیرین. درس امروز ما درباره دسته‌بندی دیتای پیوسته هست. این که هدف درس امروز چی هست و کدام مفهوم را برای ما میرسانه، همه این موضوعات را روی مثال بر شما تشریح میکنم. پس اول یک مثال حل میکنیم و روی مثال همه این موضوعات را واضح بیان میکنیم. شاگرد عزیز، بحث ما درباره یک موضوع درباره دسته‌بندی دیتای پیوسته هست. وقتی میگم دیتای پیوسته، چی مفهوم را برای ما میرسانه؟ وقتی ما یک سوال داریم و در اون سوال یک موضوع مشخص اشاره شده، مثلا در این سوال برای ما درباره سرعت اشاره شده، سرعت موتور. شما ببینید شاگرد عزیز، ما همین موضوعی که برای ما درباره امو دیتا معلومات را میرسانه، نامش را میگذارم متحول. نوعی از متحول تصادفی. اینا میگم چی هست؟ متحول تصادفی. شما درباره متحول شما در چی خوندین؟ در صنف های پایینتر مضمون احصایه، مثلا صنف 7 و 8 شما این موضوع را خواندین. متحول به دو نوع هست. متحول ما میتونه کمی باشه، میتونه هم کیفی باشه. اون متحولی که عدد را برای ما ارائه میکنه عبارت از متحول کمی هست. مثلا سرعت موتور برای ما با عدد ارائه شده، من این را میگم عبارت از متحول کمی است. اما اگر با عدد ارائه نشه، با ویژگی و خصوصیت ارائه شه، مثلا درباره سرعت موتور خب من میگم که سرعت موتور 30 کیلومتر در ساعت هست، یا میگم سرعت موتور 40 هست، سرعت موتور 43 هست، سرعت موتور 38 هست و عدد ارائه میکنم. اما اگر موضوعی باشه که بعد ارائه کردن نتونم باز او در گروه کمی شامل نمیشن، در گروه کیفی شامل میشه، او زمان میگم که نوع متحول تصادفی ما عبارت از نوع کیفی هست. وقتی میگم کیفی، اگر مثال برشم بتونم، مثلا چی؟ مثلا اگر قرار باشه ما درباره رنگ چشم هر کدام شما جداگانه بپرسم، در وقت ما نمیتونم با عدد ارائه کنم. رنگ چشم شما یک صفت را میرسانه، یک خصوصیت را میرسانه. پس متحول تصادفی نوع کیفی برای ما خصوصیت را ارائه میکنه. مثلا رنگ آبی چشم، رنگ سبز چشم، رنگ قهوه‌ای، همه اینا کیفی هست. بحث ما روی موضوع کیفی نیست، فقط مقدار شما براتون تکرار شده باشه که متحول تصادفی کیفی عبارت از نوعی هست که برای ما یک صفت یا خصوصیت را ارائه میکنه. اما نوعی که عبارت از کمی هست برای ما عدد را ارائه میکنه. باز نوع کمی هم به صورت جداگانه و دو بخش دیگه تقسیم میشه. نوع متحول تصادفی کمی پیوسته و مجزا. شاگرد عزیز، دو بحث جداگانه هست. نوع مجزا چه قسم هست؟ نوع مجزا مثلا وقتی من میخوایم بگویم که یک موضوعی را انتخاب کنم که با عدد ارائه میشه، مثلا میگم تعداد اعضای یک فامیل. وقتی میگم تعداد اعضای یک فامیل، دیگه قطعا شما برای من جواب میدین اعضای فامیل ما 5 نفر هست، اعضای فامیل ما 10 نفر هست، اعضای فامیل ما 3 نفر هست. هیچ وقت جواب ما نمیدین که اعضای خانواده ما 4.5 نفر هست. نمیگن اعضای خانواده ما 5.8 نفر هست. اعداد به صورت کامل بیان میشه. اینا میگیم نوع متحول تصادفی کمی مجزا. اما اگر یک موضوعی باشه که ما بتونیم به صورت
اشاری هم ارائه کنیم، یعنی ذره ذره عدد وجود داشته باشه. 1 وجود داره، 1.1 وجود داره، 1.2 وجود داره، 1.5 وجود داره، 2 وجود داره. باز وقت میگیم که نوع پیوسته هست. مثلا نوع پیوسته رو گفتم میتونیم که متحول تصادفی کمی پیوسته مثل قد شاگردا. قد هر کدام شما را اگر پرسان کنم، یک نفر بر من میگه قد ما 152 هست، یک نفر دیگه بر من میگه قد ما 173.5 هست. شما ببینید قد به این قسم ارائه میشه، اشاری را هم شامل میشه. من این نوع را میگم نوع پیوسته هست. پس شاگردای عزیز، بحث ما روی سرعت موتور از کدام نوع هست؟ از متحول تصادفی کیفی است یا کمی؟ طبعا که با عدد ارائه میشه، صفت و خصوصیت را ارائه نمیکنه، نوع کمی هست. از نوع کمی مجزا هست یا پیوسته؟ نوع پیوسته هست. و برای ما در سوال گفته شده که سرعت موتور 25 موتور به این شکل هست. سرعت مجاز هم گفته شده. از ما خواستن که جدولش را تشکیل بدیم. پس میایم دیتا رو دسته‌بندی میکنم. به خاطر دسته‌بندی دیتا روز پیشتر بر شما گفته بودم میایم بزرگترین دیتا و کمترین دیتا را پیدا میکنم. شما ببینید وقتی ما به دیتا خوب دقت کنم، عددی در خانه 30 دارم، در خانه 20 دارم، در خانه 40 و 50 هم دارم. از 50 بالاتر نداریم و من دسته‌بندی را قسمی میسازم که دیتا را از 20 تا 30، از 30 تا 40، از 40 تا 50 دسته‌بندی میکنم و بعد از اینکه دسته‌بندی کردم میایم مطالعه میکنم که امو دیتا چقدر وجود داره. یعنی سرعت موتوری که بین 20 تا 30 هست چند عدد در بین دیتا موجود داره. مثلا بیاین اگر امی رو ببینیم 27 یکی هست که بین 20 تا 30 قرار داره. کسانی که سرعت موتور در بین 20 تا 30 هست، یکی هست، یک موتور هست 27 هست سرعتش، دیگه هست مثلا اینجا 29 دارم، اینجا هم 29 دارم، اینجا هم 28 دارم. شاگردای عزیز شما ببینین دیگه وجود دارم؟ وجود نداره. من میگم 4 موتور هست، یعنی کثرت دیتای ما چقدر میشه؟ 4 میشه. 4 موتور هست که سرعتشان بین 20 تا 30 کیلومتر در ساعت هست. شاگردای عزیز 4 موتور جداگانه سرعت مشخص خود را داره. سرعت موتور اولی ما 27 کیلومتر در ساعت هست. همین قسم سرعت موتور دیگه ما 29 و دیگه هم 28 هست. 4 موتور وجود داشت که سرعتشان در همین محدوده بود. میایم بعد از 20 تا 30 را که مطالعه کردم، 30 تا 40 را مطالعه میکنم، 40 تا 50 را مطالعه میکنم و یک جدول تشکیل میدم. این هدف بعدی ما چی هست؟ بعد از اینکه جدول را تشکیل دادیم در روی از بر شما بحث میکنم. پس میایم از امی دیتا جدول تشکیل میدم. وقتی میگم جدول تشکیل میدم یعنی دیتا را دسته‌بندی میکنم. پس میایم دیتا را نوشته میکنیم. خب شاگردای عزیز شما ببینید دیتایی که برای ما بود ما آمدیم دسته‌بندی کردیم. به خاطر دسته‌بندی دیتا کوچکترین دیتا و بزرگترینش را پیدا کردم. ببینید کوچکترین دیتای ما در اعدادی در خانه های 20 بود. من 20 تا 30 گرفتم، 30 تا 40، 40 تا 50 و بعدن وقتی که بیشتر همه دیتا را مطالعه کردم متوجه شدم که از 50 بالاتر هم ما اعداد داریم. مثلا 51، 52، اینجا 54 داریم، اینجا هم 52 و من همه اینا را در نظر گرفتم چون بیشترینش 54 بود. ببینید اینجا 54 هست. ما دسته‌بندی گروپ آخر را 50 تا 55 گرفتیم. در 50 تا 55 دیتای ما 5 عدد، از 40 تا 50 7 عدد، از 20 تا 40 9 عدد و از 20 تا 30 هم 4 عدد هست. کثرتش یا تعدادش را من تانستم از بین دیتایی که برای ما داده شد پیدا کنم. شاگردای عزیز شما میتونین دسته‌بندی چهارم را قسمی بگیرین که بین 50 تا 60 هم بگیرین. تفاوتی ندارم و مشکلی نیست. ما 50 تا 55 گرفتم که شما بفهمین تنها بزرگترین عدد ما 54 هست. تعدادش را آمدم حساب کردم. این بخش آسان هست. شما میتونین دیتا را ببینین، هر کدام اعداد را جداگانه یادداشت کنین. مثل که ما برای پیدا کردن تعداد یا کثرت دسته‌بندی اول آمدم حلقه کردم و فهمیدم 4 تا وجود داره. همین قسم شما میتونین در کتابچه هایتان وقتی رو ترسیم میکنین یک قلم دیگه بگیرین و با یک رنگ دیگه حلقه کنین. گروپ دوم یا دسته دوم، سوم و چهارم رو هم به این شکل پیدا کنین. حالا شاگردای عزیز شما ببینین من به خاطر از اینکه این کثرت را پیدا کردم حالا میخوایم مجموعش را پیدا کنم، یعنی تعداد هر کدام اینا. سرعتی که بین 20 تا 30 بود با تعداد 4 موتور بود جمع.
در سرعت 30 تا 40 به تعداد 9 موتور، در سرعت 40 الی 50 به تعداد 7 موتور و سرعت موتور که 50 تا 55 قرار داشت 5 موتور موجود بود. ما میایم اینا رو با هم دیگه جمع میکنم. خب 4 جمع 9 جمع 7 جمع 5 چند میشه؟ 9 4 میشه 13 13 و 7 20 20 جمع 5 میشه 25. 25 را من تانستم به دست بیارم. این چی هست؟ یه عبارت از n هست. n مساوی هست به 4 جمع 9 جمع 7 جمع 5 مساوی هست به 25. شاگرد عزیز این 25 را که من پیدا کردم تعداد مجموعی هست. همه اینا 25 عدد هست و من تانستم 25 تا را جداگانه در دیتایی که داشتم در گروپ های در دسته‌بندی قرار بدم. حالا هدف من بعد از این هست که خوب دقت کنم چند موتور از سرعت مجاز بیشتر سرعت داره، یعنی در محدوده سرعت مجاز نیست. سرعت مجاز رو برای ما گفته بودن که در این شهر 30 کیلومتر در ساعت هست. 30 کیلومتر در هور یا ساعت. خب شاگرد عزیز وقتی میگم 30 کیلومتر در ساعت یعنی اگر یک شخص 31 باشه سرعتش، 32 باشه، 40 باشه، 50 یا 55 باشه، هر کدام اینا سرعت غیر مجاز گفته میشه. اما وقتی 30 باشه سرعت مجاز هست، وقتی 29 باشه سرعت مجاز هست، وقتی از 30 و 29 پایینتر هم باشه سرعت مجاز هست. یعنی باید سرعت ما یا 30 باشه یا از 30 پایینتر باشه، از او که بالاتر قرار نگیره. چون اگر از او که بالاتر قرار بگیره به این معنا هست که از سرعت مجاز عبور کرده. شاگرد عزیز همین موتور و تعداد دیتایی که برای ما داده شده بود اگر ما خوب دقت کنیم در همین دسته‌بندی که انجام دادیم، دسته‌بندی اول ما سرعت 20 الی 30 را در نظر گرفته که این قسمت وقتی گفتیم 30 همین سرعت مجاز را برای ما گفتم. اگر از 30 زیاد شد در دسته‌بندی دوم قرار گرفت دیتای ما باز در وقت هست که ما میگیم اینا شامل نمیشه، اما تنها دسته اول را ما گفتم میتونیم که شامل سرعت مجاز هستند. پس دسته اول ما دارای چند عدد هستند، یعنی چند دیتا را شامل میشن؟ 4 دیتا را شامل میشن. من میگم که با تعداد 4 موتور سرعت مجاز داشته و با تعداد اگر 25 از 4 تفریق کنم چند میمونه؟ 25 منفی 4 میسازیم. با تعداد 21 موتور شاگرد عزیز از سرعت مجاز سرعت بالاتر یا بلندتر را داشته و ما میگیم که محدوده سرعت اونا بیشتر هست. شاگرد عزیز ما از روی همین موضوع تانستم دیتا را ببینم که سرعت مجاز کدام موتورها هست و سرعت غیر مجاز. شاگرد عزیز به خاطر حل این سوالات ما باید دیتا را خوب دقت کنیم و متوجه باشیم که چه قسم میتونیم اینا رو دسته‌بندی کنیم، تعدادش چقدر هست، میتونیم تعداد یا کثرتش رو همچنان دریافت کنیم و بعد از اینکه موضوع رو انجام دادیم ان را پیدا کردیم، سرعت مجاز برای ما داده شده، بعدا ما میایم و مقایسه میکنیم چقدر از همین موتورها در سرعت مجاز هستن و چقدرشون از او سرعت بالاتر را داره و میتونیم امیره به صورت نوشتاری در جواب نوشته کنیم. اگر شما وقتی سوال را حل کردین پیش خودتان فهمیده باشین که بله 21 موتور سرعت بالاتر از سرعت مجاز را داره ولی نوشته نکنین، خب با اون سوالتان اشتباه گفته میشه، چون باید جواب کامل ارائه شود. شما باید مکمل و بسیار با وضاحت همین موضوع را توضیح بدین و نوشته کنین. این بود شاگردا سوالی که امروز کار کردیم. آیا همگیتون این موضوع را یاد گرفتین؟ بله استاد. بسیار عالی. خب شاگرد عزیز این بود موضوعاتی که در درس امروز مطالعه کردیم. امیدوار هستم شما درس را خوب یاد گرفته باشین. کارخانگی که بر شما میتونم حل تمرین صفحه 202 کتابتان هست در کتابچه هایتان منظم حل میکنین، روز بعدی با خود بیارین. تا درس بعدی با یک موضوع جدید همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.